بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. گوتار بدیع الزمان ملا سعید کردی گوتار دو اف گوتار يعني اف مقالة نویس جهلا بدیع الزمان ملا سعید کردی و سال 1980 هاتیا نویسین و در روزنامه تعاون و ترقی و کرد هاتیا وشاندن. ای گلی کردان ده اتفاق ده قوت، ده اتحاد ده حیات، ده براتی ده سعادت، ده حکمت ده سلامت هیا. کاپکا اتحاد و شریط و محبت قوی بگیرن. داوه جبلای خلاص که. قنچ گوه خواه بدنه. از تشتک جواره بیجم. هون بزانن که سه جوهر مهنه. حفظه خواه یعنی پارستان خواه جمع دخوازن. یک اسلامیت که هزار خوینا شهیدان بهای وی دانه. اید دوان انسانیت که لازمه امخواه ده نظر خلقی ده به خدمت عقلی، جوانمرانی و انسانیتی خواهیشانه دنه بدن. اساسیان ملیت ما نتوا ما که مزیت دارمه. این بره که بخنجی خواه ساغن ام بکار خواه به حفظ ملیت خواه روح وان ده قبر وان ده شاد بکن. پشتیوه سه دشمن المهنه سه نیار المهنه ما خراب دکن. یک فقیریه 40,000 حمال استانبول دلیل اویه. اید دوان جهالت و بخواندنیه که 1000 جمعه یک نکارن قضاته بخوینن دلیل اویه. اساسیان دشمنی و اختلافه که او عداوت قوت ما وند دکه مجی مستحق تربیه دکه او حکمت جی جب انصافی خواه ظلم لمده کر که افسح کر بزانن چاره ما اوه که ام سه شور الماس به دست خواه بگیرن تا که ام هر سه جفره خواه جدست خواه نکن و هر سه دشمن خواه سر خواه را کن. و شور اول معرفت و خواندنه. اید دویان اتفاق و محبت و ملیه. اساسیان انسان به نفس خواه شغل خواه بکه و مین و سفیلان جه قدرت و خلقی هیوی نگه و پشت خواه نداده. وصیت و پاشی خواندن دست هفگرتن بدیع الزمان ملا سعید کردی رضی الله عنه حتی برنامه کردن ببینن خیر و خوشیه ده.